سرخ سرخ گلا را آوردی عاشقانه را. گلا عاشقانه بر خودت آوردم. امشب منگل که بیچاره خودم چیال داشت به استقبال تو. تو یک دفعه خو نام منگل اونجا در اون مصاحبه دیگه تام گرفته بودی. چی بدی داره؟ باز چی منگل میگی؟ من یک سال پیش نغمه را مصاحبه کردم، گفت از شیشه شکستن خیزت صدا درست. اول ما مپل که ما دل شکستیم. ای جنگ ختم نمیشه نظیره جان. این ما تو پیر شدیم در اون جنگ. خیلی جنگ چه وقت ختم میشه؟ تو با من بسیار معقول گپ زدی نه؟ و یک گپ دیگه اول گریان که میکنی چشمایت مقبول تر میشه. نه والله به خدا قسم است با کل جوانا گریان میکنم. اگه هزاره کشته میشه، اگه ازبک، اگه پشتون، اگه تاجیک، اگه هزار، اگه مویندوی افغانستانی و میگه بادام سفید برآمد از پوست. به خدا قسم که دارم دوست. وای وای وای. امرای تو چی بگویم؟ فارسی مخو یک ذره تو قشلاقی کتت گپ میزنم. اردو بگو. اردو پتای؟ نه تو تایید تا بی خوب هستی. تو قزبالا را یاد گرفتی. انگلیسی تو گفته میتانی. سایکو با سانسور نکنی گپای ما. اگه سانسور کردی باز اندیوالی ما تو خراب میشه. سانسور نکن. آفرین. سعی که اردو تو یاد داری. انگلیسی خو بیخی پروفشنال هستی. امی پشتو تو رو چی بلا زده؟ تو چرا پشتو یاد نمیگیری؟ پشتو چطور یاد نگرفتی؟ تو نو خبری را سره وکه کنه سنگ دی پختو زده وای. را شب مینه ای زمانا زنینه ای زمانا زنینه ساده و سندراتلو پا انتظاریم ولی نرازه. قربان یار افغان خود شو که نامش افغان باشه مثلا قیش میشم با والله بلا. تو میفهمی مثلا گلبودین در پاکستان ما یک نفر علت کردم حساب قومیت. نه با حساب افغان بودنیم. یعنی گلبودین ما وازو بسیار فکرای ما مفکوره ما فرق داره نه. مگم یقین کو که کسی گلبودین را بعد گفت سر ما بعد تاثیر کردم. سر ما تاثیر نمیشه. اگه فارسی زبانارم کس داو بزنه دفاع میکنه یا گریه کردی پشتک مال یعنی فارسی. ما خودم ما گفتم ما خودم پدرم از شمالی است. واقعا گریه تو امشب باور من همیه که توی دل نرم داشته باشی نغمه. والله نظیره جان ما پدر ما وطن خود دوست دارم و یگانه آرزوی ما جور شدن یک افغانستان سربلند و آباد و آزاد است. در زندگی هم آرزو را دارم که وطن ما آباد شوم و برم در وطن خود یک خیمه زندگی کنم با مردم خود باشم. از این وطن ها خسته شدم. به خدا خسته شدم. من گپایت تایید میکنم برای که جنگ رای حل نیست. جانم هستی نظیره جان. جانم هستی. خود تو قدر گپ داری که ما خودم زیر تاثیر. خب بالاخره درد ما و تو مشترک است. درد ما مشترک است. امی دوستا که ما را متهم کرده هیچ من نفهمیدم گپ چی بود. پسته فروش پسته بفروش. حالا تو پسته را خوش داری یا بادام خوش داری؟ لبیار نازک سایسته بشکن میده بفروش. نظیره جان توی پسته را تبلیغ کردی بادام افغانستان هم بسیار مزه دارد. نظیره جان کلش همی سیاست میکنن. یک تعداد مردم هستند که همی تفرقه را در بین پشتون و تاجک مندازه. کل اقوام افغانستان هم تو نیست. بعدیش همی است که باید مکتبا را خلاص کند با تعلیم و تربیه دخترها و زنها را حق بده. دوستان عزیز سلام. ساعت 3 شب است. 3 صبح میگن معمولا در ایالات متحده امریکا. از یک کنسرت بسیار باشکوه شما میفهمین که وطن موسیقی همیش بخش فرهنگ یک کشور است. به هر حال نغمه جان امرای خود داریم. من نمیفهم که انرژی داره یا نه. نظیره جان اگه با انرژی دارم یا اگه ندارم خو از گیری تو خلاصی ندارم. یا جانم خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من. چی راز داری نغمه؟ ورنه این دنیا که ما میبینیم خندیدن نداشت. اما تو امروز 6 ساعت متواتر هم خنداندی هم خوشحال ساختی. نظیره جان خند نازنین بسیار زیاد تشکر. در کنسرت اشتراک کرده بودی. کنسرت بسیار زیاد مقبول ساخته بودی. واقعا که با وجود افتخار میکنم با گویندگی خودت افتخار میکنم. یک زن بسیار با انرژی و با استعداد هستی. سلامای قلبی خود را بر تمام بینندگان خودت دیگه با هر چینل که تو میتی همی برنامه انترویوی مرا با همگی سلام و احترامات خود تقدیم میدارم دیگه. کنسرت خودت دیدی؟ حضور داشتی؟ کنسرت بسیار مقبول کنسرت بود. همگی اقوام
ملت های افغانستان اشتراک کرده بود، چی تاجیک بود، چی ازبک بود، چی هزاره بود، چی پشتون بود، چی هندو بود که من چی خب یارو نظیر جان شوخی های هندوی متقی مگم هندوی ما خدا نکنه تو بسیار مقبول هستی، هندوها کی به تو میرسه دیگه. کل اشتراک کرده بود مانده و زله نیستی نغمه والا نه دیگه. او انرژی که به ما مردم داد و قدر مرا چارج کرده که ما دیگه چیز گفتن نمیتونم. با مردم خواندنیم یا با خوشی های از اونا را خوش کردن. از کدام خواندنت لذت بردی نغمه؟ تمام خواندنایم به خاطر لذت بردم که مردم لذت می برد. مردم بریم رقص میکرده، تن میکرد. تنها از هر توتی خاک افغانستان بود، از هر ولایت. تن خو یک کلچری ملی افغانستان است دیگه که باید هر افغان یاد داشته باشه، چی ازبک باشه چی هزاره باشه. این تو میفهمی این سکای افغانستان، این دوای افغانستان هم تن خوش داره یاد دارن. بله. من که در برنامه‌شان اشتراک میکردم در روسیه‌شان دیگه تمامشان تن میکرد بریم. زیبایی را از چی میگیری؟ روز به روز زیبا میشی نغمه؟ یار او را از چشمای خودت میگیرم، خاطری که تو مرا زیبا میبینی. خودت یک زن زیبا و خوش قلب هستی، دوست دارم. نظیر جان بسیار خوب زن هستی. با وجودی از اینکه اعلانای ما را نشر کرده بودی، کامنت های تا میخواندم، کلگی ما و تو را دو میزد، کلگی ما و تو را دو میزد. گفتم حال ما و تو به همین مردم چی بد رساندی نظیر جان؟ نه ما و تو خدمت میکنین، مگه تاجیک است، اگه هزاره است، اگه پشتون است. من هنرمند کلشان هستم، کلشان دوست دارم. پشتون یک چشمیم است، تاجیک دیگه چشمیم است. شما متهم هستین به این که یعنی یک قوم شما طرفداریش میکنین، متعصب نام خودتان ماندن، نام مرا ماندن. من خو میگم از تهمت ناپاکان اندیشه نداریم ما، چون دامن من چون کرتی من پاک است آلوده نمیگردد. قربان دیشه گور نظیر جانی خبر داده همین فارسی بگوییم که باز یا خفه نشه. چی گفته بودی؟ حال خود ما میگم که طالبا اگر مکاتب باز کنن، بعدیش همی است که باید مکتبا را خلاص کند، با تعلیم و تربیه دخترها و زنا را حق بده. ما کل جنجال ما کتی زن، ما چون ما خودم یک خانم هستم، زن هستم، حقوق زنا را میخوایم در افغانستان. چرا مردم متهم ساق نظیر جان کلش همی سیاست میکنن؟ یک تعداد مردم هستن که همی تفرقه را در بین پشتون و تاجیک مندازه. کل اقوام افغانستان همیتونه نیست. از پشتو که داری خوب خواندین، پسته فروش خواندین، زیاد داری خواندم. پسته فروش بخوان خیلی. نه دیگه نه حالی بای مرا بخوانم یه تو نکنین دیگه. ما یک هنرمند هستیم، ما جنگ نمیخوایم، ما صلح میخوایم، نمیخوایم جوانا ما بمره. چی گپ شد؟ حالیگریان میکنی؟ با خدا با جوانی از او بسیار ایفی هم طفلکی از او، ایفی هم خانومی از او، ایفی هم جوانی از او نکده. چرا تو جوانای ما کشته شه؟ با خدا قسم از دیگه میگم جنگ ختم کنین. حالا 40 سال دیگه ما بشینیم که جنگ باشه در افغانستان دیگه. حال گروپ ها جور شده. نکنین جنگ، بیاین برادرشین برابرشین. به خدا قسم است والله در جنگ تاوان ماست، در جنگ تبایی ماست. بیاین یک چی کنین دیگه. نه نمیفهمم که چی گپ است. در افغانستان هیچ آرام نمیشه. این دوای افغان که در اونجا در زندگی میکرد وطن ترک گفت رفت، پشت وطن خود چقدر خفه است. ما پشتی اما دق شدم، به خدا پشتی اما خفستم. اگه امی هنر ما نباشه، امی خواندنای ما نباشه، تو باور کو که ما میموریم. هویت ما سر امی موسیقی زنده است.